خانه فروشی در شهر دوشنبه 101 میکرورایون دو خانگاه کوارتیره در 19 مشونه قرار دارد. 53 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سویتش دائمی هست. اجرتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلان صدیق در نزدیکیش است. دومی 21 آشانگاه. خانه را سراج نفروخته می شود. نرخش 165,000 سومون. کسی خریدار کنکریت نباشد با ارزان هم می شود. زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون فردوسی یک خانگاه کوارتیره در 11 ماشونه قرار دارد. 23 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه با ремонт زمانوی تامین است. یورو ремонт. آب و سویتش دائمی هست. اجرتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلان در نزدیکیش است. نرخش 157,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر حصار 3 خانگاه کوارتیره در 9 ماشونه قرار دارد. 85 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سویتش دائمی هست. اجرتش 100% است. دومی 9 آشانگاه در نزدیکی بازار روی کلان در نزدیکیش است. نرخش 280,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون فردوسی 3 خانگاه کوارتیره در 1 آشانه قرار دارد. 42 کوادرات متر. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش دائمی هست. اجرتش 100% است. همه خانه ها یورو ремонт. پادوال دارد. خانه در نزدیکی مکتب روی کلان در نزدیکیش است. خانه را سراج با همه چیز چارش فروخته می شود. نرخش 385,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون فردوسی 2 خانگاه کوارتیره در 5 آشانه قرار دارد. 46 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش دائمی هست. اجرتش 100% است. همه خانه ها یورو ремонт. خانه را با همه چیز چارش فروخته می شود. نرخش 234,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید.